سلام و درود. امیدوارم که حال دلتون مثل همیشه خوب باشه و دستاتون پر از شادی. زمانی هستم از پارسیلند با جلسه هفتم آموزش ICDL. خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله کنار رو بزنید که از ما ویدیوهای جدیدی منتشر میشه از اون اطلاع پیدا کنید. دوستتون دارم. عاشقتونم رو فقط که همراه ما بودید تا این لحظه آموزشی. توی این جلسه آموزشی نوبت میرسه به قسمت لاین اند پاراگراف اسپیس یا فاصله گذاری بین خطوط. وقتی دارید توی نرم افزار ورد یک نامه، یک مقاله یا کتابی رو یا هر پایان نامه‌ای رو که دارید تایپ می‌کنید باید به شکلی این خطوط فاصله داشته باشن و تنظیم بشن که شخص مطالعه کننده بتونه به راحتی اون رو مطالعه کنه یا بخونه. همراه هم باشید. مجدداً وارد نامه خودم میشم جایی که تایپ کردم. برای اینکه یکم متن من زیادتر باشه و بتونیم این فاصله ها رو نمایش بدیم، همینجا یک کپی ازش میگیرم، کنترل C و اینجا کنترل V رو میزنم. دقت بکنید اینجا هنگام مطالعه ممکنه چشمان شخص مطالعه کننده رو آزار بده. حالا من سلکتش میکنم، بخش هایی که میخوام از همدیگر فاصله داشته باشن اینها رو سلکت میکنم. از قسمت پاراگراف روی گزینه لاین اند پاراگراف اسپیسینگ کلیک میکنم. اینجایی که کلیک کردم یک سری فاصله رو به طور اتومات و پیش‌فرض در اختیار من گذاشته. هر کدوم رو که دوست داشتم میتونم سلکت بکنم، روش کلیک بکنم تا این فاصله برای من انجام بشه، فاصله بین خطوط رعایت بشه. اما اگر بخوام به صورت دستی این رو تنظیم بکنم و فاصله مد نظر خودم رو بین خطوط بدم، پایین تر گزینه‌ای داره به نام لاین اسپیسینگ آپشن. روی این کلیک میکنم، یک پنجره برای من باز میشه. در این قسمت من میتونم فاصله گذاری خودم رو بین خطوط شخصی سازی کنم. یک الاینمنت داره که میگه متن شما چپچین، راستچین، سنتر چی باشه. متن دایرکشن موقعیتش رایت تو لفت یا لفت تو رایت باشه، یعنی از راست به چپ یا از چپ به راست. چیه؟ یه ایندنتیشن داره بچه‌ها. ایندنتیشن یعنی تو رفتگی متن. اینجا بیفور تکست یعنی قبل از متن. ببینید اینجا داره یک پریویو به شما نشون میده که آقا این تو رفتگی چقدر باشه. میبینید این پایین یک پریویو به شما نشون میده، یک پیشنمایش تو رفتگی قبل از متن و بعد از متن. این پایینم هست. میبینید اسپیشیال نوع متن چی باشه؟ فرست لاین یعنی اولین خطی رو که پیدا میکنی برای من فاصله گذاری کن. نگاه کن اینجا فرست لاین اول. اوکی. یک اسپیسینگ داره، فاصله قبل و بعد متن. ببینید اینجا نگاه کنید چقدر داره فاصله من میده. دیدیم بچه‌ها؟ به همین شکل قبل و بعد متن رو میتونیم فاصله گذاری کنیم. حالا اگر من کلید اوکی رو بزنم اینجا برای من میخواد این فاصله رو رعایت کنم. حالا من نمیخوام از این فاصله استفاده کنم، فقط خواستم که بدونید به چه شکل این فاصله گذاری رو میتونید شخصی سازی کنید و بستگی به خودتون داره. میخوام یک مرحله برگردم به عقب و همون فاصله های پیشفرض خودش رو استفاده. اگر میخواهید یک مرحله بازگشت به عقب داشته باشید کلید کنترل Z را یک بار بزنید. کلید کنترل Z همیشه شما رو یک مرحله برمیگردونه به عقب. من از همین فاصله های معمولی خودش استفاده میکنم که اوکی باشه. پس این شد از قسمت فاصله گذاری بین خطوط و متن یا لاین اند پاراگراف اسپیسینگ. خیلی هم خوب شد و خیلی هم عالی شد. توی مقالات یا نامه هایی یا فهرست هایی که دارید بچه ها تایپ میکنید حتما
رعایت کنید و فاصله گذاری رو حتما چکار بکنید؟ اوکی بکنید، چون وقتی شما دارید فاصله رو قرار میدید اون شخص بهتر میتونه مطالعه کنه متنی که شما زدید. به طور خودکارم وقتی فاصله متنتون زیاد میشه نگاه بکنید. نرم افزار ورد یک حالتی داره که یک صفحه جدید برای شما میسازه. حالا من این صفحه رو که لازم ندارم داخلش کلیک میکنم و کلید بک اسپیس رو میزنم. این صفحه برای من پاک میشه و همون یک صفحه ای که بوده رو اوکی دارمش. حالا کلید کنترل اس رو میزنم، این ذخیره سازی من انجام میشه با فاصله ای که بنده مشخص کردم. خیلی خیلی متشکرم که در این لحظه آموزش همراه ما بودید. ما رو در طول دوره با نظرات گرمتون یاری کنید. موفق و مؤید باشید در پناه خداوند متعال.